دوستان تو این چند شبی که شب یلدا هست خیلی حتی نون خالی خوردن هم ندارن، خدا وکیلی میگم. خیلی تو این شهرستان مثلا مبارکی کلا استان اصفهان کل ایران بیشتریاشون نون خالی خوردن ندارن. اینقدر فکر خوش شکم خودتون نباشید. ما امروز تصمیم گرفتیم با بچه ها هرچی پسند داشتیم گذاشتیم با هم بودون 400-500 میلیون شد. رفتیم کلی جنس و اقلام خوراکی و وسایل ضروری گرفتیم. بین نیازمندان تو استان اصفهان تقسیم کردیم. کاری هم نبود کن. چون دیدیم پول ما که به دردی ماشین خریدن و سرمایه گذاری نمیخوره که این پس اندازه حداقل یه گره از مشکلاتی مردم حل کنه. از این حرفا نه شعاف نه چیزی. شما اگه پولی دارین چیزی دارین خودتون برین ببینین نیازمندای شهرتون تو محله‌های فقیر نشین حداقل در حد 1-2 میلیون تومان براشون هر کدومتون پول بزنین و هم یه هندونه‌ای یکم برنج و گوشتی روغنی تخم مرغ چیزی براشون بخرین. حرفی ندارم.